شاید باور نکنید اما بهترین دستور نون خرمایی همین دستوریه که الان میخوام بهت یاد بدم. یادت نره لایک کنی. بریم ببینیم. خمیر مایه فوری، شکر و آب ولرم رو با هم ترکیب میکنیم، هم میزنیم، روش رو میپوشونیم، 5-6 دقیقه بمونه تا عمل بیاد. یه دونه تخم مرغ رو داخل ظرفی میشکنیم، روغن مایه، شیر ولرم، شکر، زعفرون غلیظ دم کرده، وانیل، خمیر مایه به عمل اومده رو بهش اضافه میکنیم. با یه دونه همزن دستی هم میزنیم تا مخلوط بشن. حالا آرد رو در 2-3 مرحله اضافه میکنیم. ابتدا با همزن هم میزنیم و بعدش با دستمون خمیر رو ورز میدیم. من یه کمی از آرد رو اضافه نکردم. اگر احتیاج بود اضافه میکنم. همونطور که میبینید خمیرم چسبنده است. مابقی آرد رو هم اضافه کردم. این خمیر خیلی لطیفه، چسبنده هم نیست. روی سطح کار رو یه کمی آرد پاشی میکنم و حدود 2-3 دقیقه خمیر رو ورز میدم. وقتی این شکلی نرم و لطیف شد داخل یه ظرف میذارم، روش رو میپوشونم، حدود 1 ساعت بمونه تا استراحت کنه. روی مغز نونمون خرما، دارچین، هل، گردو و کره رو با هم ترکیب میکنیم تا این شکلی بشه. حالا دستم رو کمی مرطوب کردم، از خرما حدود 25 گرم بر میدارم، وزن میکنم و کنار میذارم. خمیرم 1 ساعت استراحت کرد، پف خمیر رو میگیرم و از خمیر چونه هایی جدا میکنم. چونه هایی که من گرفتم 70 گرمیه. دونه دونه چونه ها رو با بردن باز میکنم، از خرمایی که درست کرده بودم وسطش میذارم و خمیر رو میبندم. حالا مثل کوکو اینجوری قشنگ پهنش میکنید و هر جوری که خواستین روش ته میندازید. من از یک ماسوره کمک گرفتم. رو داخل سینی فرم میچینیم، روش رو میپوشونیم، حدوداً 20 دقیقه استراحت کنه. بعدش با رومال زرده تخم مرغ، زعفرون و روغن مایه همه نونها رو رومال میکنم و با کنجد و سیاه دانه تزیینش میکنم. بره داخل فر از قبل گرم شده با دمای 170 درجه حدوداً 20 دقیقه. من فر بالا و پایین رو همزمان روشن کردم. اینقدر بافتش خوبه و اینقدر خوشمزه و لذیذه که شما 1 بار درستش کنید عاشق همیشگیش میشید، بهتون قول میدم. من نسترنم. اگه هنوز منو نمیشناسی و پیجم و فالو نداری حتما پیجم رو فالو کن که کلی دستورای خوشمزه داریم.